اگه دنبال فیلم هایی با موضوع آخر زمانی هستی، پس این ویدیو رو تا آخر تماشا کن، چون قراره 5 تا از جدیدترین فیلم های آخر زمانی رو بهتون معرفی کنیم. فیلم 28 سال بعد فیلمی آخر زمانی و زامبی محوره که در واقع قسمت 4 از سری فیلم های 28 روز بعد هست. داستانش هم در مورد بازماندگانیه که از ویروس زامبی جون سالم به در بردن، اما فقط تا وقتی که یکیشون از این قرنطینه خارج میشه. داستان این فیلم در مورد یک ستاره دنباله‌دار هست که تکه هایی از اون قراره به زمین برخورد کنن و موجب انقراض انسان ها بشن که تنها راه نجات هم پناه بردن به پناهگاه های زیرزمینی گرینلند هست. این فیلم 2 تا قسمت داره که اولین قسمتش توی سال 2020 منتشر شده و دومین قسمتش هم توی سال 2026 منتشر شده. فیلم سیل عظیم هم یک فیلم آخر زمانیه که توی سال 2025 منتشر شده. داستان فیلم هم در مورد یک سیل عظیمیه که تمام شهر رو زیر آب میبره و انسان‌ها باید برای نجات خودشونو به بالاترین نقطه ساختمون‌ها برسونن. فیلم کورا فیلمی ترسناک، علمی تخیلی و هیجان انگیزه. داستانش هم در مورد مهی مرگباره که بیشتر جمعیت زمین رو نابود کرده و در این بین سازمانی در تلاشه تا مابقی انسان‌های زنده مونده رو نجات بده. آخرین فیلم پس از سوختن هست که داخل این فیلم نیمه کره شرقی توسط یه شراره خورشیدی عظیم نابود شده و بیشتر چیزهای باقی مونده توسط تشعشعات و بارش‌های اتمی جهش یافته شدن. داستان هم بیشتر حول محور گروهی از شکارچیان گنج میچرخه. شما میتونید این فیلم ها رو بدون سانسور از داخل کانال تلگرام ما دانلود کنید. برای ورود به کانال هم اول باید از لینکی که این زیر گذاشته شده اشتراک دلخواهتون رو تهیه کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.